سلام. پارت دوم از کتاب تئوری انتخاب. من محمد رضایی هستم. در این بخش درباره اهمیت روابط طولانی مدت صحبت خواهیم کرد. و در ذیل این اهمیت باید بدانیم چرا امروزه دستیابی به روابط طولانی مدت سخت و دشوار شده است. در ابتدا متوجه می‌شویم که کنترل رفتار دیگران بر اساس مراقبت از آنها شکل می‌گیرد و محدودیت سنی هم ندارد. برای مثال، زمانی که نوزادان گریه می کنند، در واقع می خواهند بزرگترها را برای رسیدن به هدف خود کنترل کنند. پیغام آنان این است: مراقب من باش، به من توجه کن. نویسنده کتاب معتقد است در ما ژن‌هایی برای کنترل دیگران وجود دارد. در واقع کودکان برای ادامه حیات خود نیاز به روابط طولانی مدت دارند. نیاز به بقا یکی از عواملی است که بشر را وادار به تشکیل روابط طولانی مدت در زندگی می کند. متخصصان ژنتیک بر این باورند که در بدن انسان صدها هزار ژن وجود دارد که تنها چند هزار تای آن مربوط به جسم می باشد و ژن‌های باقی مانده خلق و خوی انسانها را پایه‌ریزی می کنند. باید احتیاج برای بقا را به لیست مواردی که ما به روابط طولانی مدت نیازمند آن هستیم اضافه کنیم. و همین نکته روابط انسانها را در سنین بالا پیچیده‌تر و سخت‌تر می‌کند. نوع دیگر از بقا بر پایه لذت و نزدیکی با جنس مخالف است. نویسنده می‌گوید این ارتباط باید بر پایه مهرورزی باشد، نه فقط زاد و ولد. شکست در عشق می‌تواند در احساس نارضایتی انسان حرف اول را بزند. ویلیام می‌گوید عشق ورزیدن نشاط‌آور است و شکست عشقی ناراحت کننده. رابطه جنسی رضایتمند برابر است با عشق رضایت بخش. بعد از ازدواج هر چقدر رابطه مشترک ادامه یابد، فشاری که بر هر یک از ما اعمال می کند تا دیگری را تحت کنترل خود درآورد بیشتر بروز می کند. در این حالت رابطه جنسی و عشق به مرور ضعیف می شود و در نهایت جدایی حاصل می گردد. قدرت قوی ترین محرک جنسی است. زنان عاشق مردان قدرتمندند و مردان نیز عاشق زنان قدرتمند. اما مهمترین آفت یک رابطه طولانی حس تملک است. زن و مرد حق دارند سرگرمی ها و دوستان خود را داشته باشند. آیا حاضرید دست از تملک بردارید؟ فقط دریافت کننده عشق نباشیم و آن را برای ارتباط دائمی ارائه دهیم. البته قبول عشق نیز یک هنر است. آموختن دریافت مؤدبانه و بزرگوارانه عشق کمکی بزرگ برای هر نوع رابطه است. در ادامه دستیابی به بقا، قدرت طلبی جای خود را به نیاز به بقا می دهد. انسان برخلاف حیوانات برای قدرت طلبی نیز خشونت می کند. در حالی که حیوانات برای تهیه غذا، تحریک میل جنسی، حفاظت در مقابل تهدید پرخاشگر می شوند، اما انسان برای قدرت طلبی خشونت می کند. و حفظ دوستی با آدم جاه طلب بسیار سخت است. به عنوان مثال، در جامعه تحت جبر، معلمان با مردود کردن کودکان در واقع آنان را مایوس می کنند. این کار باعث می شود در آینده با افرادی سرخورده مواجه شویم. قدرت نه خوب است نه بد. نوع استفاده از آن مهم است. برای درمان قدرت ما نیاز داریم که به دیگران کمک کنیم تا این شهوت را در خود درمان کنیم. در ادامه دستیابی به روابط طولانی مدت با افراد، آزادی مهمترین محور به حساب می‌آید. یک قانون است که می‌گوید طوری با دیگران رفتار کنید که دوست دارید با شما رفتار شود. هرگاه آزادی از دست رفت، خصوصیات انسانی که همان خلاقیت مثبت است از بین می‌رود. در واقع محدودیت و عدم توجه به خلاقیت ما موجب بیماری ما می‌شود. کسانی که در ارائه خلاقیت‌های خود آزاد هستند، خودخواه و خودمحور نمی‌شوند. آنها از تعامل با دیگران به وسیله خلاقیت خود احساس مفید بودن دارند. اگر ثروت و قدرت به همراه آزادی باشد، کمتر باعث خودخواهی می‌شود. البته آزادی تعادل اجتماعی می‌آورد.
آموزش استفاده از آزادی و بیان خلاقیت‌های خود بسیار مهم است. تفریح نیز نوع دیگری از ارتباط طولانی مدت را برای ما رقم خواهد زد. ما مانند نهنگ‌ها یاد می‌گیریم بازی و تفریح پاداش یاد گرفتن است. بهترین نشانه تفریح خنده است. اولین خنده کودک زمانی است که با آنها دالی بازی کنیم. قبل از این بازی کودکان تصور می‌کنند مالک مراقبان خود هستند. یعنی من هستم و تو هم منی. اولین قربانی نارضایتی در زندگی مشترک تفریح و نشاط است. پس تفریح و نشاط مهمترین رکن در ارتباط طولانی مدت با افراد است. البته در روابط با افراد باید نیازها و احساسات آنها را نیز در نظر بگیریم. برای مثال اگر همسر شما دارای شور زندگی است با او خوب رفتار کنید و از این فرد با انگیزه انتقاد نکنید. وگرنه شور زندگی بر علیه شما به کار می رود. این نیاز به امنیت در ادامه حیات است که سطح بالاتری از بقاست. یعنی آنکه امنیت شاخص با کیفیت تری در زندگی محسوب می شود. و در مثال گذشته می گوییم ما برای امنیت نیاز به ارتباط طولانی و صمیمی با افراد داریم. اگر در خاطرتان باشد در پارت اول به روابط افراد ناخشنود اشاره کردیم. در ادامه خواهیم گفت بعضی از افراد ناخشنود برای لذت بردن از زندگی نیازی به کسی ندارند. آنها اعتقادی به ارتباط طولانی مدت نداشته و برای آنها کافی است که فقط تخیل کنند. مانند فردی که با مصرف مواد خوشنودی خود را فراهم می کند. او رسیدن به آرزوهای خود را با مصرف مواد تخیل می کند. تلاش برای دستیابی به خوشنودی نیازی است که ما برای آن هر کاری می کنیم. و نکته طلایی آن در ارتباط طولانی با افراد است. ما پی برده ایم که کمک به دیگران احساس خوشنودی در ما را به وجود می آورد. مانند کمک صمیمانه به همسر در پروژه های مختلف زندگی. دو نکته مهم که نباید فراموش کنیم. اول آنکه کنار آمدن با انسانها کار آسانی نیست. و نکته دوم اگر احساس صمیمی بودن با کسی نمی کنیم تنها می شویم و در آینده احساس ناراحتی خواهیم کرد. یادمان نخواهد رفت افراد ناخشنود بر لذت‌های کوتاه مدت تکیه دارند. مانند فرد ناراحتی که شروع به پرخوری می کند. یا با تمسخر دیگران و سخنچینی درباره کسی ناراحتی خود را پنهان می کند. شما باید مراقب افرادی که بزلگو هستند ولی روابط صمیمی با کسی ندارند باشید. بزلگویی آنان از تحقیر و نفرت است. آنها راه و رسم دوستی را یاد نگرفتند. بنابراین اگر روابط صمیمی با کسی نداریم برای بهبود آن باید نیازهای خود را بشناسیم. برای مثال وجود درد در زمان سرماخوردگی نشانه این است که ادامه بقای ما به وسیله یک عفونت تهدید شده است. اگر احساس تنهایی داریم نشانه آن است که ما از فردی که به او تعلق خاطر داریم دور افتاده ایم. بیقراری ما دلیل آن است که ما می ترسیم از قدرتی که داریم جا بمانیم. یا قدرت ما به وسیله شخصی تهدید می شود. اگر نیازها و احساسات خود را بشناسیم متوجه می شویم در کدام ناکام مانده ایم. در پایان توصیه می کنم مذاکره قبل از تغییرات مهم بین همسران امری جدی است و هرگز نباید آن را به تأخیر بیندازند. مانند قبل از بازنشستگی، قبل از به دنیا آمدن فرزند، قبل از تغییر محل سکونت. این مذاکرات هیچگاه نباید به تأخیر بیفتد.